خب یک بار میخوایم که رنگ‌آمیزی سریع رو روش رنگ‌آمیزی سریع رو با هم دیگه انجام بدیم. خب یه دونه لام داریم، موادمون هیدراسیون، تثبیت کننده آب معمولی، رنگ هماتوکسیلین، فعال کننده ER50 و گیزیلون یا زایلین هستش. خیلی خوب، مرحله اولمون 30 ثانیه لام رو داخل محلول هیدراسیون قرار بدیم. خب بعد 15 ثانیه داخل محلول تثبیت کننده، بعد 6 دیپ آرام داخل آب معمولی، 6 تا 10 بار اینو تکرار میکنیم تا اینکه کاملا محلول تثبیت کنندمون از لاممون پاک بشه. بعد 30 ثانیه محلول هماتوکسیلین، بعد از 30 ثانیه دوباره 6 دیپ آب معمولی، 1 2 3 4 5 6. بعد 6 دیپ آرام محلول فعال کننده، 1 2 3 4 5 6. بعد 60 ثانیه میذاریم محلول ER50. فقط اینجا یه نکته‌ای که من باید عرض بکنم اینه که وقتی که تو هر دیپی که داخل آب یا داخل محلول، مخصوصا محلول فعال کننده‌تون میزنین، لامتون بیشتر از 2 ثانیه داخل محلول فعال کننده نمونه. یعنی میبرین داخل 1 2 میارین بیرون، میبرین داخل 1 2 میارین بیرون. زیاد اگه داخل محلول فعال کننده بمونه لامتون خیلی صورتی رنگ میشه. به این نکته خیلی توجه کنید. البته خب با هر بار تکراری که خودتون انجام میدین یه سری نکات هم خودتون دستتون میاد که مثلا این زمان دیپ ها رو چجوری تنظیم بکنید. خیلی بعد از حالا 1 دقیقه دوباره محلول فعال کننده 6 الی 10 بار، 1 2 3 4 5 6 8 و بعد 10 بار هم داخل محلول زایلین فرو می‌کنیم. 10 دیپ.
تمومه.